سلام، به کانال بایک تورینگ خوش اومدید. امروز میخوایم در رابطه با بروزترین تفاوت‌های عمده بین دوچرخه سواری و اسپینینگ صحبت کنیم. خیلی اوقات از من سوال میپرسن که دوچرخه سواری بهتره یا اسپینینگ بهتره، کدومش رو انجام بدم. تمام این موارد به هدفهای شما بستگی داره و به اون خواسته‌ای که از انجام این ورزش دارید. اما یک سری موارد هست که بین دوچرخه سواری و اسپینینگ متفاوته. توی این ویدیو میخوایم در رابطه باهاش صحبت کنیم. یکی از موارد طراحی و شکل هندبار هست. دوچرخه سواری معمولاً هندبارهایی داره که برای استقامت و کنترل بیشتر در مسیرهای طولانی طراحی شده، در حالی که دستگیره‌های اسپینینگ بیشتر برای تمرینات تناوبی و فشرده‌تر طراحی شده. مورد بعدی و تفاوت بعدی نوع صندلی هست. صندلی‌های دوچرخه معمولاً بزرگتر و پهن‌تره و به منظور راحتی برای تمام مسیرها طراحی شده، در حالی که صندلی‌های اسپینینگ یا همون دوچرخه ثابت کوچیک‌تر هستن و تمرکزشون بیشتر بر تمرینات شدید هست. بنابراین صندلی‌های راحتی عموماً ندارن. مورد بعدی سیستم ترمز هست. در دوچرخه معمولا ما دو مدل سیستم ترمز میبینیم: سیستم های ترمز مکانیکی و سیستم های ترمز هیدرولیکی که برای توقف و کنترل سرعت توی مسیرهای مختلف استفاده میشن. اما توی اسپینینگ به طور معمول از سیستم ترمز همراه با چرخهای سفت استفاده میشه و برای تمرینات شدید و تغییر سرعت سریع مناسب هستن و ما اون قدرت اختیاری که از لحاظ نحوه ترمزگیری و میزان فشار ترمزگیری توی دوچرخه ها داریم عملا توی دوچرخه های اسپینینگ نداریم. تفاوت بعدی نوع پدال هست. توی دوچرخه های عادی شما میتونید از پدال های قفل‌شو یا پدال های عادی استفاده کنید که حالا اگر از پدال های قفل‌شو استفاده میکنید باید حتما از کفش مخصوص اون استفاده کنید، یا اگر از پدال های عادی استفاده میکنید میتونید از هر مدل کفش ورزشی، ترکینگ، رانینگ و حالا کفش های عادی اسپورت هم استفاده کنید. حتما باید از یک سری کفش های عادی و در یک سایز های متناسبی استفاده کنید که موقع قرار دادن پاتون توی اون پدال دچار مشکل نشید و اون گتری که پای شما رو فیکس میکنه روی پدال اذیتتون نکنه. مورد پنجم استفاده از نمایشگر هست. همونطور که میدونید در دوچرخه های عادی در حالت عمومی ما هیچ صفحه نمایشگری نداریم غیر از اینکه شخص خودش صفحه نمایشگر یا اون حالا کیلومترهای دوچرخه رو اضافه کنه که سرعت و مسافت و زمان و ضربان قلب رو بهش نشون میده. اما توی دوچرخه‌های اسپینینگ ما یک صفحه نمایشگر داریم که میتونیم یک سری اطلاعات مشابه رو توی اون داشته باشیم. یعنی ما در واقع روی اسپینینگ، دوچرخه‌های اسپینینگ، یک صفحه نمایشگر داریم که یک سری آیتم ها رو به ما نشون میده. مورد بعدی راحتی و تنظیمات هست. در دوچرخه‌های عادی و معمولی ما میتونیم سیستم هندبار و اون صندلی رو نسبت به مسافت و نوع دوچرخه سواریمون به راحتی تنظیم کنیم. در دوچرخه‌های اسپینینگ هم در بعضی مدل ها ما یک سری قابلیت تنظیمات داریم، اما اون بازه تنظیماتی خیلی کمتر از دوچرخه‌های عادی هست. مورد هفتم نوع استفاده است. در دوچرخه‌های عادی بیشتر برای سفرهای آزاد و در فضای باز هست و معمولا توی جاده یا حالا مسیرهای کوهستانی استفاده میشن. اما دوچرخه‌های اسپینینگ یک سبک دوچرخه سواری سالونی هست، ایندور سایکلینگ هست که ما معمولا اون رو توی استادیوم‌های ورزشی یا باشگاه‌های ورزشی میبینیم در یک فضای بسته. مورد بعدی تمرکز بر سرعت و شدته. اسپینینگ بیشتر بر روی تمرینات شدید تمرکز داره و تمرکز اون بر سرعت، افزایش قدرت قلب و عروق و تا حد زیادی تمرکزش بر تمرینات اینتروال هست، در حالی که دوچرخه سواری به عنوان یک وسیله حمل و نقل و تفریح شناخته میشه و تمرکزش بر تمرینات استقامتی و لذت در دوچرخه سواریه. تفاوت بعدی روش‌های آموزشی هست. توی اسپینینگ معمولا ما نیاز به یک مربی یا راهنما داریم که اون جلسات تمرینی رو به صورت مشخص اجرا کنه، در حالی که شما در دوچرخه سواری میتونید خودتون به صورت تنهایی یا با گروهی همراه بشید و یک مسیر رو طی کنید. مورد آخر تأثیر بر مفاصل هست که مهمترین دلیله.
در اسپینینگ شما به دلیل شدت بالا و تمرینات فشرده‌ای که وجود داره ممکنه بر برخی از مفاصلتون مثل زانوها و مچ پاها تاثیرات منفی رو احساس کنید. اما توی دوچرخه سواری کمترین ضربه رو بر مفاصل و بدنمون وارد می‌کنیم